مادری نابینایی بود. از او یک پسر به دنیا آمد. دایه‌ها با او خبر دادند که فرزندی به دنیا آورده‌اند بیمار است. پس از شنیدن خبری بیماری پسرش، مادر با دل ریش او را نگهبانی میکرد. از بس که مادر چشم بینا نداشت، همه مهربانی هایش را نسبت پسرش با چشم دل افشا میکرد. خداوند ملائکه را به سوی مادر فرستاد و ملائکه به نزد مادر آمد و گفت: مادر، خداوند یک درخواست تو را قبول میکند. میخواهی خودت بینا شوی یا فرزندت صحت شود؟ مادر گفت: البته فرزندم صحت شود. ملائکه گفت: پشیمان نمیشوی؟ مادر گفت: نه، هرگز پشیمان نمیشوم، بگذار فرزندم صحت شود. ملائکه دست بر دعا برداشت و فرزندی او صحت شد. مادر از این خوشحال گردیده فرزندش را با چشم دل نگریسته مهربانی میکرد. روز تا روز فرزند با مهربانی های مادری عاجزش بزرگ میشد. مادر از این خوشحال تر میگردید. زمان فرزند به کمال رسید و مادر او را با یک جهان شادی و امید آیله دار کرد. سال و ماه‌ها سپری گشت و فرزند پیش پای مادر به زانوی ادب افتاد و گفت: مادر جان، چند ماه است سخنی در دل دارم، اما گفتنش مرا سخت آزار می دهد. مادر گفت: تو جگربند یگانه من هستی، بگو جان مادر، اسرار دلت را بگو، من همه درخواست را میپذیرم. فرزند گفت: همسری من با تو زندگی نمیخواهد و میخواهم برای تو خانه بنیاد کنم تا که دورتر از چشم او زندگی کنی، زیرا از نابینایی تو همسری من تبش خیره میشود. مادر از این سخنهای فرزندی که با چقدر رنج نابینایی به وایه رسانیده بود سخت آزرده گشت و به فرزندش گفت: پسرم، تو رنج مکش، برای من خانه مساز، من خودم از خانه برآمده می روم. تو با همسرت خوشبخت باشی برای من کافی است. مادر از در خانه‌اش که به جز این فرزندی زندوسار کسی نداشت برآمده، با چشم دل به سوی خانه‌اش نگریسته زار زار می گریست، زیرا از خانه و در بیرون از کنار فرزند یگانه دور می شد. آن ملائکه‌ای که از ابتدا آمده بود باز آمد و گفت: ای مادر، باز خداوند یک درخواست تو را میپذیرد و انیق میگویی که این دفعه تو را بینا کند، چون که اکنون بعد این کاری فرزند و همسرش پشیمان شده ای. مادر در جواب گفت: من پشیمان نیستم و پشیمان نخواهم شد. پروردگارا، این بار هم مرا شفا ندهد. ملائکه گفت: از خداوند چی درخواست داری؟ مادر گفت: میخواهم پروردگار همسری پسری مرا انسانی خوب، زنی صالحه گرداند. امروز از سببی که من از این درگاه رانده شدم و از این رو در خانه نیستم که او را پرستاری کنم، در خانه نیستم که او را نوازش مادرانه کنم، بنابراین همسرش را همسری با وفا گردان تا که نسبت فرزند من جفا نکند، بلکه جگرمند مرا پرستاری خوب کند. ملائکه
با چنین رحم و شفقت بی سابقه این مادر در آن لحظات حساس در چشمانش آب فواره زد و به چشم مادر چکید و مادر بینا گردید. ملائکه به چشم بینا گشته این مادر نگریسته گفت رحم و شفقت مادری را تا به این حد اصلا ندیده بودم. این است بزرگی مادر. در چنین لحظه ناگوار که از جانب فرزند از خانه رانده شد، ولی برای فرزند و همسر او دعایی بد نکرد. پس همه بندگان خدا را ضرور است همیشه به قدر مادر برسند. 100 سال اگر خدمت مادر بکنیم، بر یک شب رنج او برابر نشود.